دقت کردین چرا بعد از توافق مجدد با آژانس و گروسی جاسوس، اونم پشت درای بسته و محرمانه که هنوز متنش هم منتشر نکردن و صدای نماینده‌های مجلس رو درآورده که میگن متنشو منتشر کنید، چرا دیگه برقا نمیره؟ فکر نمی‌کنید شاید به خاطر اینه که بازم میخوان دستاوردسازی کنن از توافق ننگینشون؟ وسط مذاکره باهاشون اومدن به کشور تجاوز کردن، حمله کردن، هموطناتو کشتن، شهید کردن با گرا دادن همین گروسی جاسوس. بعد دوباره رفتی باش بستی، رفتی باش توافق کردی؟ یعنی درس نمیخوای بگیری؟ عبرت نمیخوای بگیری؟ برقا رو قطع نمی‌کنی تا بگید ببینید مردم توافق مجدد ما با جاسوس گروسی چقدر خوب بوده؟ دیدید برقا دیگه قطع نمیشه، پس ما کارمون درست بوده. خودتون این غرب زده ها اگه راست میگید متن توافق منتشر کنید، میترسید مثل برجام گندش در بیاد؟ فقط باید مردم هوشیار باشن و بدونن چه کسایی با پالس ضعف نشون دادن به دشمن باعث جنگ شدن و با این توافق محرمانه با یک جاسوس اسرائیل پشت درای بسته که متنش هم منتشر نکردن دوباره باعث جنگ میشه.